به نام یگانه پشتیبان عالم هستی. سلام بابای آرامش، خوش آمدی. دوست خوبم، خیلی خوشحالم که اینجایی و مطمئن هستم که اومدی یه تجربه بی‌نظیر دیگر رو بشنوی و این کمکت میکنه که توی مسیری که داری میری ثابت قدم باشی و به سمت خواسته هات پرقدرت حرکت بکنی. تجربه شخصی که برای خانم راندابر نوشتم و ما قراره که ترجمهش رو تقدیم حضورتون بکنیم از اولویا از کامبرا استرالیاست. امیدوارم اسم و منطقه رو درست گفته باشم. حالا اگه اشتباه هم گفتم شما بروم نگیرید باشه. در انتهای فیلمم تجربه شخصی یکی از اعضای محترم کانال آوای آرامش رو هم براتون میخونیم. یه نکته خیلی مهم داشت که به خاطر بیان این نکته واقعا ازشون سپاسگزارم و دوست داشتم که شما هم یک بار این تجربه رو و این نکته‌ای که درش بود رو در جریانش باشید. به خاطر همین حتما تا پایان همراه ما باشید که با هم دیگه تجربه این دوست عزیزمون رو هم مرور بکنیم و خواهشی که ازتون دارم این هستش به خاطر اینکه به همه اعضای دیگه این کانال کمک بکنید، به همه افراد دیگه کمک بکنید، حتما تجربیاتی رو که در خصوص جذب خواسته‌ای داشتید رو برای ما بنویسید. این کمک میکنه، این نوری میشه در زندگی همه و عاملی میشه که همه یاد بگیرن که چطور میتونن به خواسته هاشون برسن، چطور ثابت قدم باشن، چطور باور خودشون رو حفظ بکنن. پس ممنون میشم که تجربیاتتون رو حتما در اختیار ما قرار بدید. نوشته من شغلی پر از استرس با ساعات کاری غیرعادی و حجم کار زیاد داشتم. فشار محیط کار به قدری بود که دچار اضطراب شدید می شدم. سرگیجه می گرفتم، قلبم تند می زد، می لرزیدم، از سردر رنج می بردم. به محض وارد شدم به محل کار به دلهره دچار می شدم و از دوستان و خانوادم فاصله گرفته بودم و از معاشرت، ورزش، توجه به خودم دست کشیده بودم. من روی جسم و ذهن مضطربم هیچ کنترلی نداشتم. به طور کلی اضطراب تمام جنبه‌های زندگیم رو تحت تاثیر قرار داده بود. به شدت غمگین بودم و راه گریزی نداشتم. فکر خودکشی به سرم زد. به هر حال چیزی مانع من شد. باعث شد که دست نگه دارم و کمی فکر کنم. ابتدا فیلم راز رو تماشا کردم، بعد کتاب راز رو خوندم، بعد به دلم افتاد کتاب معجزه رو بخرم، تمرینات روزانه شوک‌گذاریش رو انجام بدم. دوستان، فایل کامل شوک‌گذاری خانم راندابر رو در همین کانال در قسمت فهرست پخش قرار دادیم. اگه دوست داشتید از کانال ما ببینید، اگه دوست داشتید از کانال دیگه ببینید و اگه دوست داشتید حتما کتاب رو بخرید. این کتاب میتونه بهترین هدیه برای عزیزانتون باشه، مخصوصا کسانی که فرکانس و ارتعاش ذهنی پایینی دارن و حال عمومی خوبی ندارن. این کتاب میتونه به معنی واقعی حال دل اونها رو خوب بکنه. خب ادامه بدیم. نوشته که شروع کردم به شوک‌گذاری. اوایل انجام تمرینات کاری چالش برانگیز بود. اصلا نمیتونستم شوک‌گذاری بکنم، اما کم کم در مواردی توی زندگیم یه سری تغییراتی رو دیدم که این کار رو برام آسان‌تر کرد. به عنوان مثال بعد از یه مدت می‌دیدم که دوستانم برام پیامک‌های پر از مهر و محبت می‌فرستادن یا ازم تعریف می‌شد. توی معاشرت هام اتفاقات عجیبی برام میافتاد و اینا قبلا توی زندگی من نبود. توی پرانتز چیزو بگم، به محض اینکه شما تلاش میکنی شکرگزارتر باشی یا شادتر باشی یا افکار مثبتی داشته باشی، کل کائنات به شما پاسخ میده و علاوه بر اون تمام افرادی که در اطراف تو هستن به گونه متفاوتی به تو پاسخ میدن، یه جور دیگه ای بهت نگاه میکنن، یه انرژی بهتری بهت میدن. پس سعی بکن که توی این مسیر حتما قرار بگیری و ما هم تلاش خودمون رو میکنیم تا جایی که امکان داره با قرار دادن فیلم‌های کوتاه زیادی توی کانال، با قرار دادن فیلم‌های بیشتری کمک بکنیم روز به روز سطح ارتعاش و فرکانست بره بالاتر، به سلامتی، به تناسب اندام، به تمام مواردی که دوست داری نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. خب تا اینجا داستان به اینجا رسید که یه محیط کار افتضاحی داشته، اوکی، که خیلی اذیتش می‌کرده. بعد که شروع می‌کنه به شوک‌گذاری یه سری تغییرات پیش پا افتاده می‌بینه. همین در روز 10 مرحله شوک‌گذاری کارفرمام بدون اطلاع قبلی به دلیل استرس برام یه برگه مرخصی با حقوق صادر کرد تا مدتی در خونه بمونم و استراحت کنم. دوباره توی پرانتز دقت بکنید این کارفرما همون آدم قبلی است، به خاطر اینکه شخص اصلی داستان ما نوع فکرش رو تغییر داده
افرادی که در اطرافش هستن تغییر کردن. یه چیزو بهتون بگم و از این بگذریم. خیلی از اوقات افراد دلشون میخواد افرادی که در اطراف خودشون هست رو تغییر بدن، تلاش میکنن، زور میزنن، میجنگن با اون شخص، اما اون شخص تغییر نمیکنه. غافل از این که ما یه عبارت خیلی مشهور داریم که درون خودتو درست کن، افراد بیرون تغییر میکنن. این دقیقاً نشانگر همینه. تو زمانی که نوع فکر خودت عوض میشه، حس و حال خودت عوض میشه، نوع رفتار بقیه هم با تو تغییر میکنه. ادامه بدیم با هم دیگه. خب میگه که من برگه مرخصی با حقوق خودم رو گرفتم تا مدتی توی خونه بمونم و استراحت کنم. توی روز 20 مرحله شغل‌گذاری نوشته شده بود که یه تجسم شفاف از نوع شغلی که دلت میخواد داشته باشی رو داشته باش. و من شروع کردم به تجسم کردن در خصوص یه شغل جدید، شغلی که پر از استرس نباشه و حال و هوای منو بهتر بکنه. میگه یواش یواش تونستم این تمرینات رو توی زندگیم جدی‌تر بگیرم. یک دفعه به صورت ناخودآگاه یه فرصت جدید شغلی برای من ایجاد شد که همین عاملی شدش که توی محل کار قبلیم استعفا بدم و دیگه پام رو توی دفتر قبلی نذارم. برگشتم به دفتر شغل‌گذاریم نگاه کردم و دیدم که دقیقاً همون فهرستی که تهیه کرده بودم رو به دست آورده بودم، یعنی شرایط کاری جدید با حقوقی که دقیقاً من تعریف کرده بودم. در حقیقت من از روحیه بد و احساس درماندگی به حالتی از هوشیاری رسیدم که سبب شادی روحی و روانی و شکرگزاری روزانه بابت نعمت‌های الهی میشه. در روز 28م خوندن کتاب معجزه و انجام تمریناتش دقیقاً شغل رویاییم به من پیشنهاد شد و من تنها کاری که کردم این بودش که از محل قبلی استعفا دادم و وقتی که حقوق پیشنهادی دقیقاً همون مقداری بودش که من درخواست داده بودم و تجسم کرده بودم، موهای بدنم سیخ شد. باورم نمیشد کائنات دقیقاً آنچه را سفارش داده بودم به من تحویل داده است. خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت. برای عزیزانی که نمیدونن، توی دوره شغل‌گذاری یه جلسه هست برای شغل رویایی. بعضیا فکر میکنن وقتی میگیم دوره شغل‌گذاری به این معنیه که تو باید 28 روز فقط و فقط شغل‌گذاری کنی. نه، تمریناش خیلی حساب شده است و کمک میکنه که اصلا زندگی در ابعاد مختلف زیر و رو بشه. حالا نمیگم 100% برید فیلم‌های کانال آوای آرامش رو ببینید، نه، هر جایی هر فیلمی دیدید که مربوط به شغل‌گذاری خانم راندا برن بود اونو ببینید. هدف من این هستش که شما لول اپ بکنید و سطح زندگیتون رو توی جنبه‌های مختلف افزایش بدید. همین. ولی دیدن همین قضیه که یه دوره کوتاه شغل‌گذاری میتونه زندگی یه نفر رو کاملا عوض بکنه، شرایط شغلیش رو، شرایط درآمدیش رو عوض بکنه، واقعا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره و جای شکر داره. حالا میخوایم بریم تجربه شخصی عزیز دلمون در کانال آوای آرامش رو با هم مرور بکنیم. قبل از اون خواهشی که ازتون دارم این هستش که اگه فیلم‌های ما رو دوست دارید همین الان لایک بکنید. هر لایکی که شما میکنید عامل میشه که افراد بیشتر این فیلم‌ها رو ببینن و اگه دوست داشتید حتما برای ما کامنت بنویسید. من خیلی خوشحال میشم که با شما در ارتباط باشم. هر کامنتتون، هر قلبتون، هر گلی که برام میفرستید و مخصوصا متنی که برام مینویسید کلی انرژی مثبت برای من و من عاشقانه کامنت های شما رو دوست دارم و هر چقدر که در توانم باشه سعی میکنم که پاسخگو باشم. و اما برای دوستانی که همیشه ما رو دنبال میکنن، فردا شب یه مفهوم از کتاب خانم فرانسسکا ورشین رو تقدیم حضورتون میکنیم که خیلی قشنگه، خیلی درجه که و این مفهوم اگه توی ناخودآگاه همون بشینه خیلی جاها میتونه کمکمون بکنه. پس فردا شب همراه ما باشید. بریم که کامنت عزیز دلمون رو در کانال آوای آرامش بخونیم و نکته‌شو دریابیم. دوست عزیزمون در تجربهش نوشته که من روی سیستم محل کارم یه ویژن بورد درست کردم. خیلی دوست داشتم که براتون ارسال کنم که بدونید که به تک تکشون رسیدم و خدا رو شکر بابت لطف خدای مهربون و این نیرویی که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم خودمون زندگی خودمون رو بسازیم. این واقعا بی‌نظیره. یعنی من بارها در خصوص ویژن بورد گفتم که وقتی شما یه فضایی رو تحت عنوان ویژن بورد برای خودتون میسازید
میتونید مواردی که توی اون ویژن بورد قرار میدید رو جذب بکنید و این عین واقعیته. من موارد بسیار زیادی رو جذب کردم که توی ویژن بوردم بوده اما اصلا فراموش کردم. بعد یه مدت رفتم به ویژن بوردم سر زدم، دیدم که دقیقاً اون مورد رو قبلا گذاشتم. پس ویژن بورد رو حتما برای خودتون تهیه بکنید. توی کانالم آقای دکتر یه فیلمی در خصوص ساخت تابلو تجسم و تابلو آرزوها قرار داده، اگه دوست داشتید حتما ببینید. بعد در ادامه یه چیز خیلی خوبی گفته که من دلم نیامد که اینو با شما به اشتراک نذارم. اول از همه نکته مهمش این بودش که ویژن بورد تهیه کردن و تونستن به موارد خیلی زیادی برسن. ما بهشون تبریک میگیم، دمشون گرم، ایشالله به تک تک آرزوهای بعدیشون هم برسن. و یه جای دیگه گفتن که اگه توی متن دقت بکنید نوشتن که من تجربه کردم و از بچه‌هایی که هنوز اول راه هستن خواهش میکنم با کسی حرف نزنن. اینو خیلی راست میگه، به خاطر اینکه وقتی که ما بیایم در خصوص خواسته هامون یا آرزوهامون با افراد دیگه صحبت بکنیم، شاید اون فردی که داره میشنوه، حالا ایشون نوشته که بیاد یه جمله‌ای بگه که تو دل سرد بشی، این خیلی درسته، خیلی 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 درسته که خیلی از افراد هستن انقدر سطح انرژیشون پایینه که تو داری با انرژی مثبت هم باشون حرف میزنی، مثلا میگی که من قراره فلان کار رو بکنم، من قراره فلان چیز رو بخرم، میاد تو همون لحظه اولی انرژی منفی میدن که عامل میشن که اون فرد دل سرد بشه. حالا من میخوام یه چیز دیگه هم بگم، غیر از این که ممکنه یه جمله‌ای بگی که دل سرد بشه، ممکنه هم هست نه اتفاقا جلوی روی شما تو چش شما نگاه بکنه و بگه انشالله که اتفاق میفته، ولی توی ذهن خودش همون لحظه یه انرژی منفی بفرسته و با خودش بگه همچین چیز غیر ممکنه و همون انرژی منفیه کافیه که اون اتفاقه برای همیشه قفل بشه. به خودتون رجوع بکنید، به خاطراتتون. من مطمئنم توی ذهنتون مواردی رو تجربه کردید که مثلا میخواستی یه کاری رو بکنی، یه هدفی رو داشتی، یه آرزویی داشتی، وقتی به برخی از افراد گفتی یه دفعه اون قضیه برای تو قفل شده. به خاطر همین هستش که میگم وقتی میخوای مثلا ازدواج بکنی تا قطعی نشده به کسی نگو. اگه هدف و آرزویی داری اون آرزو رو تو قلب خودت نگه دار. اگه خواسته بزرگی داری اون خواسته بزرگ رو توی قلب خودت نگه دار. اگه یه پلن جدیدی برای زندگی داری، قراره یه کار بزرگی بکنی، تا زمانی که انجامش ندادی این رو به کسی نگو. خیلی ممنونیم از این دوست عزیزمون که این تجربه ارزشمند و در خصوص ساخت ویژن بورد و همچنین نگفتن اون خواسته ها و آرزوها با دیگران با ما به اشتراک گذاشتن. خیلی ارزشمند بود، من خیلی کیف کردم و مطمئن هستم که شما هم با شنیدنش، با خوندنش حس خوبی بهتون دست داد. و دیگه این که فردا شب قراره یکی از مفاهیم بسیار زیبای کتاب خانم فلورانس اسکاورشین رو تقدیم حضورتون بکنیم و فردا شب هم منتظرتون هستیم. و مثل همیشه میگم براتون از خدا بهترینا رو میخوام. خدا نگهدار.